بعضی وقتا یک سطر، یک بیت کار 10 کتاب رو میکنه. امیرحسین نورالدینی عزیز تو شعرش میگه می نویسم با زغالی روی دیواری سفید، زندگی زیباست اما مرگ بر این روزها. بعضی وقتا یک سطر، یک بیت کار 10 کتاب رو میکنه. امیرحسین نورالدینی عزیز تو شعرش میگه می نویسم با زغالی روی دیواری سفید، زندگی زیباست اما مرگ بر این روزها.